بازداشت 27 بازیگر و یک خواننده معروف در تهران. خبرگزاری فارس گزارش داد که در یک مهمانی که تاریخ 6 آذر ماه که در باغ 40,000 متری در منطقه سعادت‌آباد تهران متعلق به یکی از بازیگران مشهور به مناسبت تولد علی شادمانی بازیگر نقش جاوید در سریال یاغی برگزار شده بود، نیروی انتظامی تعداد 28 نفر از بازیگران سینما و تئاتر از جمله چند چهره شناخته شده معروف از جمله پارسا پیروزفر، سحر دولتشاهی، علی شادمانی، ستاره پسیانی، دارا حیایی، ترلان پروانه، مهرداد صدیقیان، نازنین بیاتی، میلاد کیمران، بهنوش طباطبایی، ارسلان قاسمی، هستی مهدوی‌فر، امیر جدیدی، مرتضی امینی تبار، کیسان دیباج، مجید نوروزی و سینا سایی که اخیراً قهرمان برنامه کارناوال رامبد جوان شده بود رو به همراه تعدادی دیگر از بازیگران که تو این پارتی شرکت کرده بودند بازداشت کرد. فارس در ادامه نوشت که پلیس هنگام ورود به محل مقدار 38 لیتر مشروبات الکلی دستساز را کشف کرد. خبرها حاکی از بد شدن حال خانم سحر دولتشاهی پس از مصرف این نوشیدنی‌ها حکایت داشته که همون شب به بیمارستان منتقل میشه. افراد بازداشت شده روز بعد پس از تشکیل پرونده به قید وثیقه آزاد شدند. عده‌ای معتقدند که این کار نیروی انتظامی ورود غیرقانونی و تجسس در زندگی مردم هست. نظر شما چیه دوستان؟ لطفاً نظراتتون رو تو کامنت‌ها به ما اعلام کنید. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه.